یکی از مامانا پرسیدن فرزندم 4 سال و نیمشه، همش رنگو از خط بیرون میزنه. اینقدر بهش گفتم دیگه دوست نداره نقاشی کنه. چیکارش کنم؟ دوستای مهربونم، در مورد این سوال چند تا نکته باید بهتون بگم. اول اینکه بچه‌ای که 4 سال و نیمه است باید تا الان که رسیده به این سن روی دست ورزش کار کرده باشید تا با کمک دستای قوی بتونه کنترل مدادش رو داشته باشه. من الان هنرجویی دارم، با وجود اینکه 4 سال و نیمه هستن اما چون مامان و بابا براشون وقت گذاشتن و تا الان باهاشون دست‌ورزی رو کار کردن، به راحتی حتی با یه قلموی نازک آبرنگ و تمیز کار میکنن. نکته بعد این که اگه بچه رنگو بیرون نزنه، من و شما قراره بزنیم؟ خب بچه هست دیگه، اگه یک کم رنگش بیاد بیرون اشکالی نداره که. شما روی دست ورزش کار کنید، من قول میدم بهتون اون خودش انقدر قشنگ متوجه محدوده طراحیش میشه، بعدش هم خوشگل رنگش میکنه، دستش هم کنترل میکنه. پس یادتون باشه اول دست ورزی، بعد کنترل اعصاب خودتون، چون اون بچه است. اگه یکم رنگو بیرون زد اشکال نداره. اگه قرار باشه بهش هم بگیم با خنده و شوخی و بازی، نه یه جوری که دیگه حاضر نباشه نقاشی کنه.